بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا از آیات خداوند انکار میکنید در حالی که خداوند شاهد اعمال شماست. قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده است از راه خدا باز می‌دارید، یعنی آن را نادرست جلوه می‌دهید در حالی که شما شاهد حقانیت آن هستید و خداوند از آنچه می‌کنید هرگز غافل نیست. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ای مؤمنان اگر گروهی را از اهل کتاب فرمان برید شما را بعد از ایمان شما به کفر باز می‌گردانند. و کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. و چطور کافر می شوید در حالی که به شما آیات خداوند خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر که به دین خدا چنگ زند پس او واقعا به راه راست هدایت شده است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای مؤمنان از خدا به حق ترس او بترسید و نمیرید مگر در حالتی که مسلمان باشید.